اولین مصداق عدل و اولین عدل و انصاف برای عالم بشریت این هست که نسبت به الله عدل کند. عدل الله توحید الله، تنها پرستش الله، چرا که عبادت حق الله و عبادت فقط لایق برای الله است. عبادت برای غیر الله ظلم هست و بی‌عدالتی هست. همانطور که در سوره لقمان آمده ان الشرک لظلم عظیم، شرک بزرگترین ظلم هست. برای این که عبادت حق الله است که خالق، عبادت و بندگی برای الله است. بندگی فقط الله تعالی در این جهان باید انجام بشود و معنای عبادت، یک معنای عبادت فرمانبری هست. فرمانبری از الله عبادت الله است. گوش دادن به فرمان الله عبادت است. پرهیز کردن از شرک و از اعمال ناپسند و ظلم و بی‌عدالتی، این هست عبادت الله. امتثال به اوامر الهی و اجتناب از منهیات، این هست عبادت الله و این هست عدل. اگر امروز فرمانبری از غیر الله در مقابل حکم الله بشود، این عبادت غیر الله است و این طاغوت پرستی هست. قرآن که فرموده ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الله را پرستش کنید، واجتنبوا الطاغوت، و از طاغوت اجتناب بکنید. مفسرین کرام نوشتن که یک معنای طاغوت حکمران ظالم و حکمران ملحد و حکمران کافر می باشد. الله تعالی فرموده که واجتنبوا الطاغوت، کسی که در مقابل حکم الله حکم می دهد، در مقابل فرمان الله فرمان می دهد، آن طاغوت هست. و از فرمانبری طاغوت باید اجتناب و پرهیز کرد. مسلمان، انسان با ضمیر، انسان درست،